خبرگزاری نیمه‌رسمی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نزدیک تصنیم روز 16 آگوست سال 2023 با تکیه به منابع خود در نهادهای امنیتی خبر داد که شهروند تاجیکستان رحمت الله نوروزوف که به دست داشتن در حمله تروریستی روز 13 آگوست در مزار شاه چراغ در شهر شیراز استان فارس در جنوب و غربی جمهوری اسلامی عیبدار می شود 3 ماه در یک اردوگاه سازمان تروریستی داعش در افغانستان مشق گرفته بود. بنا به اطلاع منابع تصنیم، نوروزوف با لقب سلمان اسلمیار با جنگجویان داعش وارد مکاتبه شده توسط اینترنت به صف این سازمان تروریستی جلب شده است. نوروزوف سپس به ترکیه رفته در آنجا به داعش بیعت یعنی سوگند سپرده عضو این سازمان تروریستی شده است. جوان تاجیک را جنگجویان بعدین به یک اردوگاه داعش به افغانستان فرستادند و او در آنجا 3 ماه مشق گرفته بعد انجام تمرین ها وارد ایران شده است و در حمله روز 13 آگوست به مزار شاه چراغ اشتراک کرده است. مقامات امنیتی ایران حالا میخواهند مسیرهای را که توسط آنها تروریست ها به قلمرو جمهوری اسلامی راه مییابند معین و خنثی کنند. باور می رود که در داخل ایران شبکه کار می کند که اعضای آن بتونگرایان برای ورود به این کشور کمک می رسانند. تا کنون با اتهام دست داشتن در حمله 13 آگوست مقامات ایران 11 نفر را دستگیر کردند. در بین آنها همه خارجیان هستند و هم ایرانی ها. در همین حال خبرگزاری دیگری ایرانی اسنا با تکیه به منبع خود خبر داد که نوروزوف در اول قصد داشته است که حمله تروریستیش را در روزهای عاشورا انجام بدهد، ولی به برخی دلایل مجبور شده است که این کار را تا 13 آگوست به عقب بیندازد. مراسم عاشورا که سالگرد قتل امام حسین نبیره پیامبر محمد بوده، به خصوص برای شیعه ها یک مراسم خیلی مهم مذهبی به شمار می رود. امسال از 19 تا 28 ایول دایر شده بود. روز 13 آگوست 2 مرد سلاح‌بدست به مزار شاه چراغ در شیراز حمله کردند. یکی از آنها در نحن مزار به تیرپرانی سر کرده و دومی که با автомат داخل مزار شد و روی ازدحام زائران تیر کشید. از جانب نگهبانان دستگیر شد. در نتیجه این حمله 1 نفر کشته و 8 زائر زخمی شدند. سازمان تروریستی داعش مسئولیت حمله شیراز را به دوش گرفت و آن را انتقام برای اجرای حکم قتل 2 عضو خود در ایران نامید. آن 2 نفر با جرم دست داشتن در حمله 26 اکتبر سال 2022 به همین مزار شاه چراغ به قتل محکوم شده. 9 ایول حکم هر دو اجرا شد. در حمله سال گذشته در شیراز 13 نفر کشته و 27 تن زخمی شده بودند. نفری که ماه اکتبر سال 2022 بالای زائران در شاه چراغ آتش کشید به گفته مقامات ایران نیز از تاجیکستان بود. کامران سبحان ملقب به ابو عایشه 23 سال داشته از شهر سار بوده است. او چند روز بعد بازداشتش بر اثر جراحت‌های برداشتش در بیمارستان شیراز فوتید.